سلام. مهمترین خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 8 ینور سال 2015 من خیرامون بقوزاده تقدیم میکنم. در فرانسه چند نفر با گمان شرکت در قتل بیرحمانه کارمندان هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریژ بازداشت شدند. شمار قربانی‌های کشتاری دیروزه به 12 نفر رسید. در همین حال صبح 8 ینور در جنوب پاریژ در یک حمله مسلحانه یک خانم افسر پلیس و یک نفر ملکی کشته شدند. هنوز معلوم نیست که این حادثه هم به قتل کارمندان مجله معروف حجبی ارتباط میگیرد یا نه. این حادثه محکومیت شدید مقامات و سازمان‌های ژورنالیستی فرانسه و جامعه جهانی را به بار آورد. در تاجیکستان رئیس جمهوری امامعلی رحمان ترور ژورنالیستان را در پاریژ یک عمل دهشت‌انگیز عنوان کرد. با اظهار تسلیت به پرزیدنت فرانسه فرانسوا هلند، رحمان نوشته است که از این حادثه مردم و حکومت تاجیکستان اندوهگین شدند. به اندیشه امامعلی رحمان بشریت امروز در روبروی یک دشمنی عمومی قرار دارد که خارج از چهارچوب هر گونه قاعده‌های زندگی انسانی عمل می‌کند. در تاجیکستان حمله بالای مجله حجوی فرانسوی را سازمان‌های ژورنالیستی و روحانیون با نفوذ هم محکوم کردند. برای نخستین بار مقامات تاجیکستان هلاکت یک جنگی تاجیک را در جنگ‌های شرقی اوکراین تصدیق کردند. این مرد مرادعلی برفیف نام داشته ساکنی قرغانتپه بود و جسدش را ماه اکتبر از اوکراین انتقال داده در تاجیکستان به خاک سپاریدند. دادستانی ختلان میگوید که این مرد از طرف جدایی طلبان اوکراینی میجنگید. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت امیر حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه شهری نو خبر داد. در گزارشی که شب 7 ینور در تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که اکرام خلیلوف با 10 نفر از زیردستانش میخواست به خاطر به دست آوردن سلاح و آغاز مبارزه مسلحانه برای تشکیل دولت اسلامی به شعبه میلیسه ناحیه شهری نو حمله کند، ولی دستگیر شد. اسلامی دولت ساختن با یکم очередь قرول яроқ дар кор буд. این яроқа чихе گرفتن در کار مهم با گاو زد که تیاری دیده استتان گفت، بعد گاو میزنم گفت، عدل شهرینا و میزنتان گفت، بعد عدل شهرینا яроقش میگیرتان گفت، همه خیر яроق دار شده میستتان گفت. اکرام خلیلوف را مقامات همچون دانشجوی سال 4 شعبه غیبانه دانشکده اسلامی و امام سابق مسجد جامعه جماعت اکرم حسنوی ناحیه شهری نو معرفی کردند، ولی تا حال در این باره منبع‌های مستقل چیزی نمیگویند. و یک خبر خوش در نظام آفتابی، یک سیاره خرده با نام استرونوم تاجیک گلچهره قاهره گذاشته شد. در این باره به خبرنگاران روز 8 ینور پرزیدنت فرهنگستان علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی خبر داد. سیاره با نام قاهره با تصمیم اتحاد بین المللی استرونومی و به نشان قدردانی از زحمت‌های پژوهش‌های عالمان تاجیک در علم کیهان شناسی عرض هستی کرده است. خود دانشمند گلچهره قاهر و روز 8 ینور در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت این سیاره خرد در سال 2001 در رصدخانه لوول در ایالات متحده آمریکا از سوی نجومشناسان آمریکایی کشف شده است، ولی اسم یا به این سیاره به خاطر تشکیل شبکه بالیدی در تاجیکستان گذاشته شد. Это 8-я планета, малая планета, которая названа с ученым по имени ученого из Таджикистана. До меня уже 7 ученых из Таджикистана имеют свои планеты. روز 12 دکبر رسانه‌های دنیا از فرود آمدن دستگاه کیهانی رازتا به روی شهاب چوریوموف گراسیمنکا خبر دادند. سویتلانا گراسیمنکا نجومشناس از تاجیکستان بوده، ستاره دنباله‌دار به افتخار هر دو کشافش نامگذاری شده است. و خبر و ویدیوی بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه